سلام بر همگی. اسم من لطیف محمدی هست. من وکیل رسمی مهاجرت در شهر ملبورن استرالیا هستم. شماره جواز یا شماره لیسانس من هست 25 18 734. من این ویدیو را می سازم تا قوانین ویزه پدر مادر، ویزه دائمی برای پدر مادر را برای شما از طریق این ویدیو توضیح بدم. خب برای کسانی که در استرالیا زندگی می کنند و می خواهند پدر مادر خود را از بیرون استرالیا در استرالیا بیاورند، ویزه دائمی برای آنها وجود دارد، برای آن پدر مادر وجود دارد. خب شرایطش این هست که اول باید آن پدر مادر که در بیرون از استرالیا هست فرزندی در استرالیا داشته باشد، فرزندی دختر یا پسر. آن فرزند باید سیتیزنشیپ یا همان شهروندی استرالیا را داشته باشد یا ویزه دائمی استرالیا را داشته باشد. شرطی دیگر این هست که آن فرزند در استرالیا باید حداقل برای 2 سال در استرالیا زندگی کرده باشد. فرزندانی که در استرالیا مثلا زیر 2 سال زندگی کرده اند مستحق آوردن پدر مادر خود در استرالیا از طریق این ویزا نیستند. شرط دیگر این هست که زمانی که درخواست ویزا برای پدر مادر درج می شود، نصف اولادهای آن پدر مادر باید در استرالیا زندگی کند در وقت ثبت درخواست ویزا. بعد ضمانت مالی هم لازم هست که در زبان انگلیسی آن را به نام Assurance of Support یاد می کنند. یعنی فرزندی که در استرالیا زندگی می کند باید پول ضمانت برای دولت بدهد. بعد برای تنها یک پدر و مادر در حدود $14,000 پول ضمانت برای Assurance of Support لازم هست. خب دیگر قوانینش این هست که پدر مادری که میخواهد از بیرون از استرالیا داخل استرالیا بیاید روی ویزه دائمی میتواند فرزندان خود را هم در آن درخواست ویزا ثبت کند. خب تمام فرزندان مستحق نیستند. مثلا فرزند 35 ساله باشد، ازدواج کرده باشد، خب طبق قانون انگلیسی اون فرزند یک خانواده مستقل حساب می شود. تنها میتونه همون پدر مادر با فرزندانی که وابسته به اون پدر مادر هستند، یعنی معمولا باید زیر عمر 18 باشد، یا اگر معلول هست بالاتر از عمر 18 باشه هم عیبی نداره. میتونه خلاصه پدر مادر با فرزندان وابسته به خود، فرزندانی که زیر سرپرستی اون پدر مادر هست، میتونه روی این ویزا در استرالیا بیاید. بعد پول دولت برای این ویزا حدود $49,000 هست. پول دولت در 2 مرحله پرداخت می شود. مرحله اول زمانی که درخواست ویزا در وزارت مهاجرت استرالیا ثبت می شود، قسمت اولی از آن پول باید برای شروع کار ویزا پرداخت شود. بعد قسمت آخر پول زمانی که درخواست ویزا توسط وزارت مهاجرت استرالیا بررسی می شود، قسمت دوم پول آن وقت باید پرداخت شود که این 2 پول رو با هم جمع کنیم روی هم رفته می شود نزدیک $49,000. بعد ویزه دائمی هست. تمام امتیازات ویزه دائمی را دارد، مثل دسترسی به سیستم مدیکر، دسترسی به بیمارستان از طریق سیستم مدیکر، دسترسی به پزشک از طریق مثلا کارت مدیکر. بعد اگر شما خواستید من برای شما درخواست ویزه دائمی برای پدر مادر بدهم، میتوانید با من در تماس بشید. شماره تلفن من هست 0421 712 199. در زبان انگلیسی میگویم 0421 712 199. شماره آدرس دفتر من هست طبقه دهم، شماره 14 14 ماسن استریت MASON ماسن استریت، دندنونگ. اگر خواستید درخواست ویزا برای پدر مادر خود بدید، درخواست ویزا دائمی، من تمام کار
قانونی آن را پیش میبرم تا زمانی که پدر مادر شما ویزای دائمی دریافت کند و به استرالیا برسد. خب از اینکه تا آخر همراه من بودید متشکرم. روز شما خوش، وقت خوب داشته باشید. خداحافظ.